این ابزار تبلیغی، جهاد تبلیغی. اگر هر کدوم از ما 10 تا دوست داره یا نداره، هر کدوم از ما 10 تا دوست داره، این 10 تا دوستش صبح که بیدار میشه روز یک حدیث مختصر با ترجمه است بزنه چه اسم 10 تا دوستانش جلو بشه، صبح که بیدار میشه اول صبح بعد از نمازش مسیج بفرسته. حدیث قال رسول الله صلی الله علیه و سلم المؤمن القوی خیر و احب الى الله من المؤمن الضعیف فی کل خیر. بفرسته براش. بعد به اون 10 تا دوستش، اونام هر کدوم 10 تا دارن، به اونام میگه شما با این موبایلتون این مسیج رو برای 10 نفر بفرستید. روز چند نفر با این تبلیغ؟ روز چند نفر؟ یه نفر خودشه، 10 نفر، 100 نفر هم اونا. روز 111 نفر، 110 نفر با همین. ظرف یک ماه این 110 نفر 30 تا حدیث بدون که مدرسه دینی برن اول صبح باز میکنه. ولی بعضی موقع یک مسیج‌های مزخرفی هست، طرف نماز صبح خونده تا باز میکنه که یا یک عکس زشتیه یا یک جوک مزخرفیه و صبحش و روزش رو فاسد میکنه برش. یعنی راحت ما میتونه روز 110 نفر رو روز یک حدیث یادشون بدید و ماهی 30 تا حدیث. در سال چند تا حدیث میشه؟ 360 تا حدیث بدون که مدرسه دینی بره. سال اول مقدمات فقط 40 تا حدیث میکنن، 40 نوعی. ولی تو یک سال تو مغازه نشستی که 360 تا حدیث میخونید با همین فقط. ولی وقتی مسیج ها رو آدم باز میکنه همه مزخرفاته. خدا نکنه یه جوکی، یک حرکتی، یک چیزی، یک برای فاصله مسیج میکنه. این ابزار تبلیغ هست، یعنی جهاد تبلیغی. این جلسه تبلیغیه، حرکت جماعت تبلیغ تو روستاها جهاد تبلیغیه. ولی ماشین هم سوار بشن، از موبایلم استفاده بکنن. من رفتم بنگلادش، نماز مغرب و عشا و صبح کسی تو بلندگو نمیخوند. 2 میلیون نفر آدم مال ایستاده بودیم. بیانشون تو چی بودا؟ بیانش وقتی که به 3 زبان ترجمه میشد، 20 کیلومتری داکا، اجتماع بزرگ جماعت. بیانشون تو بلندگو بود. سبحان الله، بلندگوشون قدر دقیق بود که تو این چند روزی که ما اونجا بودیم اصلا یه پارازیت نداد. برای 2 میلیون پخش میشد. نماز ظهر خب نماز عصر خوندیم، نماز مغرب هیچی نشنیدیم. حالا ایستادیم که امام میره رکوع، قرائت ما تمام شده، امام داره سوره بقره میکنه. ایستادیم و وسوسه میشه آدم. فلسفه قرائت جهری این که چه؟ طرف قرائت یاد بگیره، تفکر یاد بگیره. تو نماز عشا، تو نماز صبح گفتیم چرا برای بیان شنیدن صحبت از بلندگو استفاده میکنن. به 2 تا زبان انگلیسی، زبان عربی ترجمه میشه، اردو. ولی قرائت قرآن نماز جهریه، نماز مغرب و عشا گفتن اینه به سنت نزدیکه. کی گفته به سنت نزدیکه؟ کی گفته به سنت نزدیکه؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم اگه زنده بود از بلندگو استفاده میکرد. در حجة الوداع وقتی که اون خطبهشو اعلام کرد، چند نفر که صداشون خیلی رسا بود، اون گوشه و اون گوشه گفت شما چه برسونید صدا رو. یعنی کسی که برای صدا اینقدر ارزش قائله که برسه درست، ابزار صدا در زمان خودش. یعنی شما فکر میکنید اگه پیامبر الان صلی الله علیه و سلم زنده بود سوار هواپیما نمیشد برای رفت آمد برای تبلیغ؟ سوار بهترین هواپیما شد و رفت. جای رفت این هواپیما به اونجا نمیرم.